متخصصانی شرکتی راهی ابریشم کنفرانس برنامه‌سازان را تشکیل نمود. آن در تالار مرکزی آمریکایی در شهر خوجند گذرانیده شد. در کنفرانس دانشجویان و معلمان و صاحبکاران اشتراک نموده راه و اصولهای نوی برنامه‌سازی را آموختند. راهبر شرکت متخصصانی راهی ابریشم دلشاد نیازов میگوید کنفرانس برنامه‌سازی در مقیاس جمهوری تاجیکستان بار اول در ولایت سوخت تشکیل کرده شد. برای اشتراکچیان کنفرانس باشد 3 نفر متخصصان آمریکایی درس گفتند. آنها بیشتر آیدی فعالیت شرکت برنامه‌سازی خود و تکنولوژی‌های معاصر برنامه‌سازی معلومات دادند تا اینکه جهانبینی اشتراکچیان کنفرانس وسیع گردد و آنها در فعالیت من بعدی خود از این گونه تکنولوژی‌های نو استفاده کرده توانند. مقصد که ما همین تکنولوژی که حاضر زمان با دیگرها کمیونیکاسیون کنیم تا که دیگرها هم فهمند چه خیلی تکنولوژی ها هست حاضر چه خیلی که استفاده بردن ممکن یا که با گوییم که میزاجان چه خیلی برنامه ها را دسترس کردن ممکن درباره همونها بسیار گپ زدیم. کنفرانس پورا با زبان انگلیسی صورت گرفت. برای اشتراکچیان اساساً راههای برنامه‌سازی و طرز درستی به دست میزاجان دسترس نمودنی برنامه فهمانیده داده شد. زیرا به میزاج دسترس نمودنی برنامه ساخته شده نیز یک روند مهمی فعالیت برنامه‌سازان به حساب می رود. یکی از اشتراکچی کنفرانس مذکور راهبر جمعیت دارای مسئولیتش محدودی الگوریتمی نو امید پلاتووا میگوید تشکیل چنین کنفرانس ها برای برنامه‌سازان خیلی مهم است. زیرا با این وسیله آنها امکان پیدا می‌کنند که معلومات‌های نو را به خود گرفته در فعالیت کاری خود که اکثر برای تیار نمودن برنامه‌سازان جوان سر و کار دارند استفاده نمایند. این کنفرانس خیلی برای جوانان ما برای رشد تاجیکستان خیلی مهم است. من امروز می‌بینیم همه برنامه‌سازانی که در تاجیکستان فعالیت می‌کنند همه جمع آمدن. خوب میشد اگر همه خیل چهاربینی ها بسیارتر تشکیل شود، زیرا بسیاری برنامه سازان خیلی که ما میدانیم همچون فریلنس در خانه کار میکنن. وقتی که همه کسا یک جای جمع میشن و یک دیگر را میبینن از یک دیگر چه که میگن اپیت جمع میکنن و میتوانند آینده همکاری کنند. تشکیل کنفرانس برنامه‌سازان برای متخصصان این ساحه یک نوگانی بود. با وجود پورا با زبان انگلیسی جریان گرفتن رفتی کنفرانس آن برای اشتراکچیان شوق آور بود، زیرا آنها آزادانه با متخصصان آمریکایی سوال و جواب نموده به مشکلی و معماهای خود پاسخ گرفتند. برای آنهایی که این زبان را خوب نمیدانند ترجمان کمک رسانید. این حاضر بعضی برآمد میکردگی آدممان در زبان انگلیسی گپ زدن که بسیاری اودیتوریمون امروز دانشجویان یا که برنامه‌سازان اینو علاقه انگلیسی میدانند این چیز مشکل نشده نشده کار خیلی بعضی آدم‌ها کمتر قیم میشد یا نشون به کمتر آدمای مانیم که پیریود کاری استودیان. کنفرانس برنامه‌سازان در مرکز آمریکایی شهر خوجند برای متخصصان این ساحه تنها یک روز گذرانیده شد. مسئولین تصمیم دارند که در آینده نیز چنین کنفرانس و سمینارها را برای برنامه‌سازان جوان دایر نمایند، زیرا این اقدام برای رشد ساحه برنامه‌سازی در کشور مساعدت خواهد کرد. شرکت متخصصان راهی ابریشم سال 2013 به فعالیت آغاز کرده است. حالا این شرکت 25 نفر برنامه‌سازان را به کار جلب کرده است که آنها بیشتر با کارخانه و شرکت‌هایی که با تیار نمودن برنامه‌سازان مشغول است کاربری می‌کنند. میزاجان شرکت باشند اساساً از آمریکا و اروپا است. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.